درود به همه شما دوستان عزیز. امروز اومدم با آموزش ساخت این که چطور یه شارژر باتری لیتیومی 18650 درست کنیم. در ادامه ویدیو حتما همراه من باشید. وسایلی که نیاز داریم: دو تا جا باتری 18650، دو تا ماژول تیپی 4056، یه همچین جمع‌مدار کوچیک. حالا بزرگترش هم حساب کردین این مشکلی نداره. خب در قدم اول چیکار میکنیم؟ دو تا جا باتری 18650 میاریم. این قسمت برآمدگی حالت شیپ داری که داره رو میبریم از این قسمت این ور، هر دو تا ور ببریم برای هر دو تای جا باتری. بعد از صورت داخل به هم چسب میذاریم، یعنی به این شکل که من از چسب حرارتی استفاده میکنم. استوب میذارم و الان واسه اون ویدیو میگیرم. خب حالا بعد اینکه برشامو زدم یه همچین حالتی در میاد که دیگه اون حالت برآمدگی که بغلش داشتش نداره. از هر دو طرف بعد این برش ها رو انجام بدید. حالا من میام یه دونه چسب قطره‌ای میزنم که از چسب حرارتی هم میتونید استفاده کنین. این پشتشو من حرارتی میزنم، بغلش چسب قطره‌ای. خب بچه من یه اصلاحی بکنم. من اینجا از چسب قطره‌ای استفاده میکنم، در آخرم از چسب حرارتی استفاده میکنم. خب بعد اینکه این دو تا بطری به هم چسب زدین، این میذارین کنار. جعبه مدار رو میارین. جعبه مدار رو که آوردین، اندازه خود همین روی خود جعبه مدار خط میکشین و برش میدین که من اسم میذارم و واسهتون ویدیو میگیرم. خب حالا من بعد اینکه علامت زدم میام همین قسمتی که اندازه همین خط کشی کردم برش میدم. اینو گذاشتم روش با مداد یا مداد که من خودم از مداد نوکی استفاده میکنم، دورش خط کشیدم. حالا میام چیکار میکنم؟ حالا میام، اگه ویدیوی قبلی من رو دیده باشین، آموزش ساخته همچین دستگاه برشی یا به هویه بهتون یاد داده بودم. با همین میام دور این قسمت رو میبرم که الان استوب میزنم واسهتون ویدیو میگیرم. خب حالا بعد اینکه برش زدین به همچین شکلی در میاد که من الان این داخلش رو میبرم، سوکت رو اینجا قرار میدم، یعنی یه دونه تیپی 4056 میذارم این قسمت. خب حالا بعد اینکه من جا سوکت دربارم یه همچین شکلی در میاد. آموزش اینم تو ویدیو قبلی واسهتون گذاشتم، دقیقا همون آموزشی بود که ساخته اون هویه برش دهنده گذاشتم. حالا این تیپی 4056 رو به این شکل داخل قرار میدیم که سوکتش از این ور بزنه بیرون. دیگه بچا قبل اینکه بزنین داخل دقت کنین، دو تا ورودی رو حتما سیم بکشین که به یه ماژول دیگه هم باید وصل کنیم. خب حالا بعد اینکه سیم کشی ها رو انجام دادیم وصل میکنین داخل، به این شکل چسب میزنیم که من از چسب حرارتی استفاده کنم. بچه دقت کنین چسب حرارتی هم نداشتین میتونید از چسب یک دوسته یا چسب قطره هم استفاده کنین، هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب حالا بعد اینکه سوکت رو ما وصل کردیم، یعنی ماژول تیپی 4056، بچه دقت کنین این قسمت رو برای اینکه قشنگتر بشه به این حالت در آوردم. شما میتونین مثلا مربع یا مستطیلی در این مستطیل کوچولو در بیارین که سوکت تنش وصل کنین، هیچ اشکالی نداره. بعد شما جا باتری رو میریم جایی که اول برش زدین میذاریم. دقت کنید شما میتونید روی کارم بذارین، یعنی چی؟ یعنی بیرون جمع داره به این شکل. حالا من برای اینکه قشنگتر بشه از داخل میذارم که الان استون میذارم واسهتون ویدیو میگیرم. خب حالا بعد اینکه گوشه ها شما چسبی زدم، بچه دقت کنید برای اینکه این قسمت رو بتونیم راحت‌تر چسب بزنیم، من یه دونه چسب برق این قسمت و این قسمت قرار میدم. خب حالا بعد اینکه این چسب برقا رو من زدم، از این قسمت چسب حرارتی میریزم که این قسمت زیرش پر بشه. خب حالا بعد اینکه چسب زدم، بچه این قسمتش هم چسب بزنید، قسمت بالا پایین. حالا بعد اینکه بغلا رو چسب زدم میام چیکار میکنم؟ میام این دو تا پلاستیک وسط رو برمیدارم که بطری راحت‌تر جا برو، راحت‌تر بتونم در بیارم که الان استوب میزنم واسهتون ویدیو میگیرم. خب بچه اون قسمت وسط هم واسه این گفتم برای اینکه بطری راحت‌تر بتونین جا بتونین یا در بیارین که به این صورت که این قسمت وسطه رو با کفشین گرفتم. حالا بعد میام چیکار میکنم؟ بعدش میام یه تیپی 4056 دیگه هم اینجا میچسبونم. اینجا رو من میتونم چسب قطری استفاده میکنم. خب بچه من دقت کنم، من تیپی 4056 سوکتش رو در بردم که جای دیگه استفاده کنم داخل یه پروژه دیگه. سوکتش هم اگه دقت کنین ویدیو قبلی منو دیده باشین، یه دونه چیپ 3.7 ولت درست کردم که با این هویه چیپا رو در می آوردم، با همینم سوکت اینو در بردم. البته میتونین برد SMD تکرو هم استفاده کنید. بچه دقت کنید تکرو باید باشه، یعنی زیرش صاف باید باشه که هیچ قطعاتی نباید داشته باشه. که من الان اینو میذارم داخل همین خود جمع مدار، چسب میزنم و واسه تو الان ویدیو میگیرم. خب حالا بعد اینکه خود ماژول رو چسب زدم، بچه دقت کنید من دو تا توپ قلین دو قسمت گذاشتم که اتصال بهتری پیدا کنه با خود باتری، چون خیلی
پایین بودش 2 تا توپ قرار گذاشتم. بعد اینکه این مدل تیپی 4056 رو اینجا چسب زدیم، میایم منفی مثبت که از خود تیپی 4056 یعنی از ورودی تایپ سی گرفتیم میذاریم به 2 تا منفی مثبت ورودی. خب حالا چی کار میکنین؟ حالا بعد اینکه ورودی تایپ سی که سیم گرفتین رو به ورودی خود ماژول وصل کردین، منفی مثبت بطری ها هم به خود ماژول وصل میکنین. خب دوستان، حالا بعد اینکه سیم وصل شد، یه نکته بگم برای سیم وصل کردن. ما اینجا 4 تا پایه داریم. مثبت‌ها که به هم وصلن، یعنی فرق نمی‌کنه مثبت چه هم اوت بزنین چه بی مثبت، ولی حتما منفی رو به اوت بزنین. چرا؟ چون که مدار محافظ دشارژ خارج میکنه، مستقیم از تیپی 4056 شارژ میشه. این هم همینطور به اوت بزنین سیم منفی ها حتما. بعد درش هم بذارین که من یه تستی هم بکنم واسهتون. البته 2 تا باتری که من دارم نمیدونم سالمن یا نه، چون احتمالا خراب باشن. من فقط یه تستی بکنم بهتون نشون بده. به این شکل داخلش هم به این شکل در اومدش. درش هم بزنین که تمام میشه دیگه. بعد بچه‌ها لایک یادتون نره، نظراتتون رو واسم بنویسین. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.